دروغگویی خودشیفته ها میتونن در هر زمان و به هر دلیلی و برای هر چیزی که نیاز به گفتن داشته باشه یا حتی نیاز هم به دروغ گفتن نباشه دروغ بگن. یه دلیلش این هست که اونا عادت دارن به این کار. خودشیفته عادت دارن به دروغگویی برای اینکه به شدت از حقیقت وحشت دارن. اونا از حقیقت وحشت دارن و همه عمرشون تصمیم گرفتن که آنچه که در ذهنشون ساخته و پرداخته میشه به جای واقعیت به دیگران تحویل بدن. اونا دوست دارن که شما رو گیج کنن. اونا دروغ میگن تا پشت دروغاشون پنهان بشن، تا بتونن تظاهر کنن، تا بتونن به شما صدمه بزنن، بتونن شما رو کنترل کنن. ببینید وقتی که شما واقعیت ها رو ندونید در یک رابطه، پس تصمیم درست هم نمیتونید بگیرید. تصمیمات درست همیشه بر مبنای واقعیت های موجوده. وقتی شما واقعیت رو نمیدونین، حتما تصمیمی که بگیرید تصمیم درستی نخواهد بود. خودشیفته‌ها دروغ میگن که بعدها بتونن شما رو به خاطر سرزنش کنن، شما گیج بشید، کاری کنن که شما دیگه به خودتون اعتماد نداشته باشید، احساس کنید که از اونها کوچیک‌تر هستید، یعنی خودتون رو دست پایین بگیرید. و از هم مهمتر این که خودشیفته‌ها با دروغ گفتن به شما احساس پوچ برنده بودن رو به خودشون تقدیم میکنن. یکی از تأثیرات بسیار زیانبار دروغگویی خودشیفته‌ها در زندگی شما این هست که بعد از این مدت شما متوجه میشید که مدام در حال کاراگاه بازی هستید. شما زندگی نمی‌کنید، وقت ندارین برای خودتون، برای سلامتیتون، برای فرزندانتون، برای مطالعه‌تون، سرگرمیایی که دوست دارید، سینما برید، تفریح برید، با دوستاتون وقت بذارید، به خانواده‌تون سر بزنید. شما وقت هیچی ندارید به جز اینکه مدام دنبال این آدم خودشیفته باشید، ببینید کدوم حرفش دروغه، کدوم حرفش راسته. در واقع از شما کاراگاه میسازن اینا به جایی که یک زندگی خوب و شاد بهتون اهدا کنن.